بند پاشتان گامی دیگر به سوی خودکفایی و اقتدار افغانستان آباد، آزاد و سربلند. بند پاشتان در حومه 15 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ واقع شده است. پروژه‌ای که از مهمترین منابع آب برای آبیاری کمربند سبز هرات است و هزاران هکتار زمین‌های نامزروع در ولسوالی‌های کرخ، پشت زرغون و بخش‌هایی از ولسوالی‌های انجیل و گذره شهر هرات را سیراب می‌کند. بند پاشتان بر علاوه جلوگیری از سیلاب‌های مخرب، ظرفیت ذخیره 45 میلیون متر مکعب آب را دارا بوده که به هزینه $117 میلیون از بودجه ملی کشور ساخته می‌شود. این بند قابلیت آبیاری بیش از 65,000 هکتار زمین و تولید 2000 کیلووات برق را دارد. ساخت این بند در سال 1390 آغاز شد، ولی به دلایل گوناگون کار آن متوقف و دوباره پس از 3 سال وقفه در سال 1397 کار ساخت آن به شرکت ساختمانی هیوادوال سپرده شد. شرکت هیوادوال با 21 سال تجربه کاری در خارج و داخل افغانستان، با داشتن و استخدام انجینران ملی و بین‌المللی، تیم‌های تکنیکی، فنی و مسلکی با تجارب چندین ساله در بخش ساخت و ساز بند و پروژه‌های زیربنایی دارند که کار ساخت این بند را مطابق استانداردها و معیارهای جهانی به پیش می‌رود و بیش از 1000 نیروی انسانی و 400 دستگاه ماشین‌آلات مختلف بندسازی در کار ساخت این پروژه مشغول فعالیت بودند. اجزای بند شامل دیواربند، 42 متر از سطح زمین و 20 متر در عمق زمین، جمعاً به ارتفاع 62 متر و طول 1167 متر به شکل کاملاً معیاری و مطابق استانداردهای بین‌المللی. اسپالوی که برای جلوگیری از سیلاب و تغذیه آب‌های زیرزمین شهر هرات و مناطق همجوار آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. کانال اصلی سمت چپ به طول 14 کیلومتر به همراه 5 کانال فرعی. کانال اصلی سمت راست به طول 10 کیلومتر به همراه 2 کانال فرعی که به صورت مجموعی 70 کیلومتر را در بر می‌گیرد، آب را به زمین‌های زراعتی قریه‌های همجوار با بند، همچنین ولسوالی پشت زرغون و انجیل هدایت خواهد کرد. از این میان کار ساختمانی انتیک تاور که در بین دیواره بند ساخته شده و شامل مکانی برای تعبیه توربین برق و دریچه‌های کانال‌ها میباشد. بعد از 35 سال خوشبختانه امروز ما و شما شاهدی هستیم که کار آبگیری بند پاشتان شروع شد و ما و شما بعد از 35 سال یک رویای مردم افغانستان و مردم هرات به حقیقت تبدیل شد. به زودترین فرصت ما و شما در بند پاشتان آب مهار و یک فضای سرسبز و زیبا و دلنشین در بند پاشتان داریم. بند پاشتان در داخل شهر هرات واقع شده، فاصله 15 یا 20 کیلومتر فاصله زیاد نیه. بند پاشتان هم سایه تفریحی و هم سایه اقتصادی امید مردم هرات. آب بند پاشتان فعلا در کنترل و انشاءالله یک موفقیت بسیار بزرگه برای ملت و مردم افغانستان، خصوصا شهروندان شهر هرات که امروز ما و شما بند پاشتان به زودترین فرصت انشاءالله تکمیل و کار او به برابرداری سپرده میشه و یک دستاورد بسیار بزرگه برای امارت اسلامی. بازم مبارکباد میگم انشاءالله. قطعات مختلف به خاطر تامین امنیت پروژه بند پاشتان، به خاطر تامین امنیت انجینران خارجی و داخلی و به خاطر تامین امنیت مسئولین شرکت، هر وقت، هر زمان، هر دقیقه که ما به خاطر تامین امنیت اونا بدون به خاطر منافع بزرگ ملی
به خاطر من پروژه بزرگ ملی اونا هر چی که در امکانات بوده در اختیار ما قرار دادن که ما توانستیم تا فعلا که ما موفق بشیم که بند پاشتان امروز در آخرین نقطه‌ای که ما شما هستیم که آبها رو مهار کنیم. در اوضاعی که برخی کشورهای همسایه با کاهش شدید منابع آب آشامیدنی دست به گریبان هستند، یکی از مهمترین مزیت‌های این پروژه ذخیره و مدیریت آب است. بند پاشتان به دلیل دسترسی آسان و فاصله نزدیک آن به شهر هرات می‌تواند پس از بهره برداری به مرکز تفریحی بدل شود و از لحاظ اقتصادی و توریسم سودمندی داشته باشد. این منطقه به دلیل آب و هوای مطبوعی که دارد همیشه مورد توجه طبیعتگردان و علاقه‌مندان به طبیعت بوده و هست. با اکمال این بند میزان توجه به این منطقه افزایش خواهد یافت. با ساخت بندهای آبی امنیت آبی را برای نسل‌ها تضمین کنیم.